مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 27 ینور سال 2023 در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی بازداشت و مجازات ساکن جماعت مهنت آباد نویه کوشانیان و امام خطیب مسجد این منطقه عبدالحنان عثمانوف را برای با سخنهای تحقیرآمیز و ایران کردن یک توی دامادی تصدیق کرد و بدون ارائه جزئیات تنها گفت که نسبت به عبدالحنان عثمانوف برای محدود کردن حقوق برادرزاده‌اش ابوبکر عثمانوف و ظاهر کردن بی‌احترامی نسبت به جامعه از جانب ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان چاره‌های مأموری اندیشیده شد، ولی وزارت کارهای داخلی مشخص نکرد که عبدالحنان عثمانوف را جریمه بستند و یا به حبس مأموری انداختند. وزارت کارهای داخلی میگوید در اصل تفتیش معلوم شد که عبدالحنان عثمانوف ساکن جماعت مهنت آباد و امام خطیب مسجد این منطقه وقتی میشنود که از خانه برادرش عبدالحنان عثمانوف صدای موسیقی و بزم تویانه میآید، در غضب شده به خانه برادرش میرود و داماد پسر برادرش ابوبکر عثمانوف را برای دعوت نوازندگان و تشکیل رقص و بازی در توی دامادیش زیر باران تحقیر و دشنام قرار داده، همین گونه بلند درشت میهمانان توی را که 60-70 نفر بودند از خانه تویدار پیش کرده است. عبدالحنان عثمانوف در بیاناتش گفته است که از پیش پسر برادرش را آگاه کرده بود که تویش را بدون موسیقی و رقص و بازی در چارچوب توی اسلامی برپا کند، ولی داماد به این تاکید او گوش نداده است. عبدالحنان عثمانوف در گزارش وزارت کارهای داخلی گفت در حقیقت عصبانی شدیم، بخشش میپرسیم، یک خطایی کردیم، امید است که خطایی ما اصلاح می شود. ویدیوی این توی جنجالی در دهه کمینتر در اینترنت بحث‌های گرمی را بین کاربران تاجیک برپا کرد. برخی در زیر این ویدیو نوشتند که این مرد همچون یک نفر مذهبی نمیخواست که تویشان با رقص و موسیقی گذرد و زن و مرد در تویخانه یکجا باشند. گروه دیگری بر اینند که تاجیکستان یک دولت دنیوی است و منقوله رقص و موسیقی در توی و خرسندی با چنین شیوه درشت بوی طالبان میکند.